دوستان نمونه نسبی بوش اکسل تقویتی روی سمن سر چرخ کج بوده، الان کاملا با نسبی بوش اکسل صاف شده. ما یه سمتش بوش دادیم، این یه سمتش رو 2 سال پیش تقریبا بوش انداختیم که الانم باز کردیم، اصلا بوشش رو دست نذاریم، همون بوشو همون مال خودش رو با بولبرینگ های خودش رو جمع کردیم، فقط یه سمتش که بوش تفلون نداشت زدیم و تقویت کردیم و علی است اومدن. ماشین داشتم سعید قنبری. بوش اکسل تقویتی برای خودروی پژو برای عوض نکردن لوله تانکی از این بوش‌ها استفاده کنید، هزینه اضافی هم نکنید. با یه قطعه 225,000 تومانی هزینه 7 میلیونی رو کاهش بدید. مثلا تو بگو 5 تومن، تو بگو 4 تومن، با یه بوش 250,000 تومانی اکسل ماشین تو با کمترین هزینه جمع.